بازی انجلاسکی که از بازی های محلی منطقه بلوچستان هست که خانواده ها برای این که بچه هاشون رو جسور، نتر، چالاک بار بیارند که موقع برداشت خرما یا موقع گرد افشانی همون مجعیوار و حامین اینا بتونن راحت بالا درخت برند، این بازی رو بین بچه های خودشون و بچه های دوستان خودشون انجام میدادن. به این صورت که بچه ها رو به گروه های 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر تقسیم میکردند، یک جا می ایستادن، یک نفر تکه چوبی رو بر می داشت و یک نفر از این بچه ها رو میگه باید بره دنبال چوب، بقیه بچه ها باید از درختان بالا میرفتن و این وقتی که میرفت دنبال چوب تا اینو مینداختن اونا سری میدویدن به طرف بالا رفتن به روی درخت. بچه ها که بالا درخت میرفتن، اونی که بچه ها رو تعقیب میکرد، تعقیب کننده اونا دنبالشون میرفت بالای درخت، به بدن هر کدوم از بچه ها که چوب رو میزد و بدنش رو لمس میکرد با کلمه اوج اعلام میکرد که من این بازیکن رو در واقع بدنش رو لمس کردم و این مرحله از بازی تموم میشه. دوشی چاشپ شپ رنگا نالت بلبلای رنگا مستاقی بهاری گونه شورینی دلانی زنگا. اون بازیکنی که چوب به بدنش برخورد کرده بود همه می آمدن پایین، این میرفت دنبال چوب. اگر احیانا این دوباره تکرار میشد و نمیتونستند به بدن کسی از بچه ها چوب رو برسونند که بدنشون رو بزنند و اون بچه ها میرفتند به شاخه های درخت خرما دست میزدند، با اعلام کلمه انجلاسکی بازی تموم میشد و یک دور بازی مجدد تکرار میشد. انجلاسکی با توجه به اینکه بلوچستان یک منطقه یک مرزی، 2 کوهستانی، 3 گرم و خشک و دارای درختان خرما زیاد بود، بازی های بومی محلی در اینجا اهمیت و جایگاه خیلی ویژه و خاصی رو داشتند. خیلی از بازی ها برای آموزش بچه ها در مقابل خطرات احتمالی دشمنان بود، یا موقع برداشت محصول، جمع‌آوری محصول، کمک به کشت محصول. خیلی از بازی ها برای چالاکی و چابوکی و این فعالیت ها بودند که بلوچستان و بچه های این منطقه رو همیشه در مقابل خطرات احتمالی آماده نگه داشته.